سؤال دیگری که آمده است، گفتن که استاد در مهاجرت در وقت تولد در بیمارخانه مردها هستند، ما چیکار کنیم؟ ما میتونیم که از روی مجبوری به نزد آنها رویم. یعنی یک گروه شاید خواهرای ما هستند، البته از ما پرسیدن که زمانایی که مقصد حالت تولدمون می شود، ما میتونیم که مادامی که دخترهای زنانه که نیستن مردها در مراجعت کنیم. خواهرای عزیز، این کتاب مختصر است، مختصر الوقایه، کتاب کراهیت. در اینجا آمده است که والمداوات ینظر الى موضع المرض بقدر ضروره. حالتهایی هست که وقتی که ما میریم مراجعت میکنیم، یعنی حالتهای ضرورت ده برای ما و شما درست میشه. اگر به شرطی که جایهایی باشد که مقصد اگر زنها باشند، البته اولا و بهتر و ضرور همین است که شما زنها در مراجعت کنید. یکی حالتی می شود که مقصد نه تنها تولد، خلاص فشارت بلنده، باید مقصد یک اوکال کردن در کار، همون مقداری که برای مثال همون ضرورت هست، همون مقدار شما کشاده میکنین، در همون موضوع مقصد باید اوکال میکنن. شرط نیست که مثال وقتی که من در پشتم اوکال میکنم تمام بدن ما عریان کنم، همون قدر موضوعی را که برای همون دکتر مقصد لازمه همون مقدارش مثال کشاده میکنم، همون جا اوکال میکنم، تمام دیگه. یعنی حالتهایی میشود که نیست یگان زن فشار من بلنده، ضرورت کشید دیگه. در این حالت برای ما و شما خواهرها و برادر عزیز، خب مرد باشه پیش زن میرود، اگر مرد نباشه اوکالش کند، یا زن باشد پیش مرد میرود. حالتهای ضرورت ده، یعنی هیچی باقی ندارد. اگر شما از سوره بقره آیت 173، انعام 145، سوره نحل آیت 115، هر سه همین سوره ها، همین رقم هایی که گفتم شما رفته ببینین، در حالت های ضرورت برای شما یعنی اجازت می شود. از آن جمله در بقره آیت 173 الله مهربان میگه که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. ببینید خدای مهربان میگه بر شما حرام گردانیده شد خود مرده، میته خود مرده، یعنی سحر میخیزی که گاوت مرده، بزد مرده، گوسپندت مرده، مرغت مرده، مردگی خودش مرده است. وقتی خود مرده کشید او حرامه، او را دیگه حقی خوردن ما نداری. الله میگه انمو خود مرده حرامه. در برابرش خون، یعنی خون همه وقتی مکه میزنن از هر حیوانی که باشد، همون خونه که از مک میپره همون حرامه، حتی در بدن هم که بزنه بی نماز میکنه. 3 لحم الخنزیر، گوشت خوک. 4 و ما اهل به لغیر الله، هر یک حیوانی را که کشتین
بسم الله نگفتین، این 4 چیز الله مهربان در آیت آورد که اینها حرام هستند. بعد در دوام آیت ببینین الله مهربان میگه فمن استر غیر باغین ولا عادین. اگر شما در حالت اضطراری قرار گیرید، یعنی جایی میرین که از حلال ها هیچ چیزی نیست، نه خوردنی نه نوشیدنی، شما میتونید که از حرام هایی که یاد شده است شما تناول کنید. یعنی تناول کردن به معنایی که همین راستا نماز تا خوانده بتونی بس، یعنی تا آرق زدن نمیخوری، با شکمسیری نمیخوریش، همین کم میخوری که خطا از هلاکت باید نجات بتی. یعنی نمیستی که مقصد هیچ چیز حلال نیست، ای گرسنگی خطا نمیکشی یا ای پشت گرسنگی نمیبری، بلکه حرام ها باشد، مادامی که ضرورت پیدا شده دیگر حرام برای ما مباح میشه. فلا اسم علیک، خدا میگه بر شما یگان گناهی نیست، این الله غفور رحیم، الله مهربان بخشنده، الله مهربان بسیار غفوره. از همین لحاظ مادرای عزیز، وقتی که شما در حالت حاملگی هم قرار داشته باشین، وقتی میرین که زنها نیستن، اگر مردها هم که شما را در همین حالت کمک کنن، یعنی بر شما یگان گناهی نیست، زیرا که شما این کار از روی ضرورت کردید.